میشه این ویدیو رو دارم واقعا راستکی میگیرم. همین الان باورتون نمیشه من دوباره شد الان 24 ثانیه دیگه کنم بیاد. اومد باشش بچه ها کنید به خدا سخت حرفم ولی باید رفت دیگه، تموم دیگه بریدم دیگه، خستم از این که هرچی هی اومدم و نرسیدم. سخت حرفم ولی باید بدونی خستم، ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دست. نه میدونستم نمیاد اینجا. خب برو میتونیم تا آخرین مپ پیداش کنیم یا نه. ببینیم میتونیم تا آخرین مپ پیداش کنیم یا نه. برو بریم. اونه؟ نه لحظه فکر کنم واقعا نه، ولی بچه کشت زنه میدید واقعا وانشاتش کردم. شاید بگی خب ما اصلا به حرف هیچ کس گوش نمیدیم، به حرف حتی یوتیوبرهای معروف هم گوش نمیدیم، بعد به حرف تو بچه‌ستان گوش بدیم. از این خبرو نیست. پیداش هم نکردم، مقصر خودمم که این ویدیو گرفتم. حالا اینجا باشید. خب حالا باورتون نمیشه من حتما میگردم پیداشم میکنم براتون. اوه پلیر خودشه. نه از خوشحال شدم. آخه چرا اشکال ندارم، ما بازم تصمیم نمیشونیم. من واقعا میخوام گوستو میگم ببخشید بروکن رو پیدا کنم. از اول میگفتم گوست خدا مرگم بده بروکن گوست میدم ببخش بروکن. خب چرا پیدا نمیشه؟ میرم سر جایی که کیلش کردم ببینم اینجا کی کار دارم. او دراپ میخوام بندازم. خولیه؟ آها فکر کنم پیدات کردم. جوجو بیا اینجا، من از بروکن نمیترسم. اینجا بینم بروکن هر کی هستی دراپ هم بیفته به درک اصلا کنم پشت سرم داره میاد. نه آها خب جوجو بروکن دیدید؟ بروکن بچه بروکن دیدید؟ حاجی من باورم نمیشه بالاخره بروکن رو پیدا کردم و وانشاتش کردم. اینا برای اونه که میگفتن دروغ نگو بچه سان، اینا برای شما ها. یه بارم تازه حتی گوست پلیرز وانشات کردم. البته اون بار چیز بود بایگان مسخرم شاتش کردم بعد فشاری شد. ببینید دیگه حال کردید دیگه از این چی بهتر. بفرما داداشم بعد اون موقع میگی من رفتم بروکن شات کردم، این به این میگم بروکن، نه به اونی که تو شات کردی. چی بچه خدا خورده باید با هم راست باشیم. بیاید با هم راست بشیم. واقعا خودتون هم دیدید من واقعا وانشاتش کردم. وانشاتم که نه ولی باش وانشاتش کردم. M13 گرفتم. برو بریم.
اگر بچه اتچمنت این کنم میخواد حتما داخل کپشن یا همون نظر سنجار سر بزنید. این بوت بود زدمش ولی خب وقتی پیدا باید جمعه رو بمون بزن. پلیرهای دیگه خب 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 حالا خب برو بریم آقا، برو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این دیگه شد دیگه، ولی بچه لایک رو بکوبی دیگه بهش خیلی که من بروکن رو وانشات کردم. وانشات هم که نه ببخشید، دارم وانشات رو با شات اشتباه میگیرم. حالا شما به بزرگواری خودتون ببخشید. برو بریم. نیست خب یه لحظه کامل بازیم باک خب خب از داداشمون دیگه راه فرا نداریم. این دراب میزنیم، ببین دراب میزنیم برای سایت میاد. خب برو بریم بچه ها، نبرد اصلی داشت میشه. بچه اتچمنت اچس هم حتما براتون میذارم، حتما برید نگاه کنید اتچمنت اچس. چی میگم، مایکت سیپی جدید شارژ کرده ولی به درد نمیخوره، قبلش خیلی سیپی خوبی شارژ میکرد. وان شات شد با یه ضربه وان شد. بچه دیدید یه باگ بود، واقعا با یه ضربه وان شد. وان شد ها نگفته بزن، وان شد بودی. یه سن از این چه بهتر بچه سن خورده خشاب نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. خودتون این خیلی کنیم. برو بالا. درو انداختم. برو بریم. جنگه والا نه بردم دیگه، چون خودم هم به این زنگ زدم جوابم اومدن از اونش ناراحت بودم، گفتم فردا میبرمش یه جای دیگه. برو بریم. خدای بیفت. حالا فردا برکت خدا رو بده به ما، فردا خدا از ما راضی باشه دیگه. افتاد. برو بریم. هدفی خوردم خشاب بگیریم. 50 تا داشت درگاه. برو بریم. حالا نوبت موندن پلیر. M13 که من ندیدم کسی M13 دستش بگیره، ولی نه فردا صبح میخواستم ببرم زنون پارشون میکنیم. 5 نفر موندن، ما یه نفر دیگه سرم تو زونم بچه، ولی اون سنردی چجوری وان شد حاجی، اصلا یه سنه مبرتبی بود. لایک کامنت هم بذارید من به عشق شما بزنم. خب فکر کنم لایک های یک ترک داداشی من عالی بود. من یه دونه بروکن شد کردم، 10 نفر رو کشتم و دوستتون دارم بچه جان. تا یه ویدیو دیگه گود بای عزیزانم.